طبقەیەک ناوی تابگەی دود بەزوونە ببینین ئەو تابگە چۆنە یعنی دووکەڵبەزیان وەڵایتر دود یعنی دووکەڵ و ئەمە تابگەکەیە بەخشوشی ئەمە تابگەکەیە بچووکر ئەوە تابگەکەی ئامین لەو لاش پێمان ئینشاءالله ئینشاءالله ئامین یا الله الله مامە سەرە غەزاو کەمە الله وەڵا هەر جوانە وەڵا نازدارە حالش ما خوبه؟ اسم این آبشار چیست؟ آبشار دودبزن. چرا بهش میگن دودبزن؟ به خاطر اینکه این زمانی که آب زیاد میشه بله قدرت سرعت ریزش آب اینقدر پایین هست که تو اینجا رو نگاه میکنی نگاه که دود از اینجا میاد. دود میاد یعنی تازه پخش میشه. پخش میشه. آره موقع پایین آمدن که تازه پخشه انگار یه دودی از اون بالا اومده. دست شما در نکنه خیلی ممنون. هم طبقه بوی ناوی دودبزانه و یعنی شوێنێ دووکەڵ پەخشەکە کاتێک کە ئاوەکە زۆرە بێ وەکو وایە دووکەڵ کات. سلام بر شما آقای محترم. سلام علیکم و دوستای گل کردستان افتخار میکنه. بفرمایید. اسم این آبشار چیست؟ آبشار دودوزن. چرا بهش میگن دودوزن؟ آره وزن یعنی پایین. اینم که با آب اضافه یا بخار میده یعنی میگن دود وزن بخار میده دود میکنه اینکه آب اضافه میشه. منطقه بله. میگم دیگه شهرستان شب. شهرستان شب. آره روستای خرمکش. خرمکش. کش. بله سیامزگی معروف سیامزگی. بله این محل کوچیک یعنی خرمکشه. کدوم فصل این آبشار آبش خیلی زیاد میشه؟ هر زمانی بارندگی باشه 20 روز پیش من آنها هستش دارم اینقدر آب اضافه بود که مردم نمیدونه اون بر بیا. ما میتونیم توی فصل زمستون هر زمانی بارندگی باشه آب اضافه از این بیشتر میشه آبش؟ 10 برابر میشه. 10 برابر. نشان میدم الان بیا نگاه کنید چه عکسی. آره 15 روز پیش 20 روز پیش آقا توی استان گیلانه. بله شهرستان شب. شب. دست شما در نکنه. متشکرم. پاینده باشی. قربان تو. زنده باشی. خوش بگذره. خوش گذشته قربان خدا. این آبه. نگاه کن بیا. ویدوئه؟ آره. این آبش نگاه کن. تقریبا 15 20 روز پیش آبه. چه صفایی دارد حسین جان چه با وفایی دارد و هر کی از حسین رفیق بشی به مولا پیر نمیشه ز عشق آبشار دیگه سیر نمیشه. شریک چی گفته؟ پهلوان حسین صفا گفته. همیشه با صفا باشید. بزن دست قشنگو. دست شما در نکنه. خیلی باحال.